سوال بکنم تو گفت برو میال فروشی کن. وقتی که روزگار ما را فشار میداد چی باید بکنم چی نکنم، یک دخترک بسیار خاطر تلخ است و دکان ما را به زور گرفتن این فلادارا در وقت زمان و باز ما مجبور به این شدیم که چی کار بکنیم چی نکنیم و باز بالاخره یعنی دخترک خدا سوال بکنم به من گفت آقا من مشکل دارم، تو گفت برو میال فروشی کن. من گفتم خوب من تجربه میال فروشی رو نداشت. خود رفتم امام صاحب یک موتر نیال خریدم و هر کسی که آمد گفت که این نیال چیست؟ گفتم شفتالو. گفت سایست؟ گفتی این چیز؟ گفتم زردالو. گفت سایست؟ گفت این چیز؟ گفتم آلو. گفت سایست؟ به ما پیسه دادن من خیلی خوش شدم. روزگار من به می شکل چقدر 10 تا دختر دارم 4 تا بچه. زمان رسید که من در این نیال فروشی یک تجربه خاص را پیدا کردم.